درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 54. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمن تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی ششم، بابی سیوم. خوب، اکنون سواری دیگر گفت کوروش. آنها به چی کارها مشغولند؟ آنها در قطارهای جنگی صف می کشند. جواب دادند آنها دیروز و روز سیوم نیز همین گونه کار را اجرا کردند. کی آنها را صف می کشد؟ پرسید کوروش. اسیران در جواب گفتند. خودی کریس، همراه او یک نفر ایلینی و یک مادی دیگر که درباره او براستی می گویند که از نزد شما گریخته است. زیوس اعظم، خطاب کرد کوروش با شنیدن این خبر، کاش من او را طوری که می خواستم دستگیر می کردم. پس از این کوروش فرمان داد که اسیران را برند و خودش به حاضران مراجعت کرد تا صحبت را آغاز کنند که ناگهان قاصد دیگری از جانب سکاپرخ حاضر شد و درباره پیدا شدن یک گروه جنگی سواره در صحرا خبر آورد. ما باوری داریم که، گفت قاصد، آنها با نیت تفتیش کردن قدرت لشکری ما با اسب‌هایشان به این سو حی می کنند. غیر از این، در پیشاپیش این گروه که به مسافه از آنها دورتر پیش می آیند، قریب باز 30 نفر اسب سواران دیگر به شتاب حرکت دارند. اینها الکی راست به جانب ما می آیند. شاید اگر امکان شود آنها خواستاری آن خواهند بود که پاسبانگاه ما را به دست آورند، در حالی که شماره ما در این پاسبانگاه همگی 10 نفر است. در حال کوروش و یک قسم سواران که همیشه همراهش بودند فرمان داد که به دامنه تپه‌ای که در آنجا پاسبانگاه واقع بود شتابند و پنهان از دشمنان در کمین قرار گیرند. برابر قرارگاه را ترک نمودن جاسوسان ما، سخنش را دوام داد کوروش، شما از کمین برآمده به دشمنانی که به تپه می برایند حمله می کنید
من درباره آن غمخواری می کنم که سواره های گروهی کلان به شما خلل رسانده نتوانند. برای این توگوشتاسپ 1000 نفر سواره خود را گرفته راست به استقبال گروه جنگی دشمن رهسپار شد، اما به هیچ وجه آنها را تا به عمق منطقه نامعلوم تعقیب نکن. به قدر پیش رو که در قفایتان پاسبانگاه های نظارتی نمودار باشد. و باز یک چیزی دیگر، اگر کسی به جانب شما شتافته دستی راستش را بالا بردارد، چنین آدمان را همچون دوستانتان قبول کنید. گوشتاسپ برای آمادگی به جنگ بیرون رفت و گپریت‌های کروش باشند همان طوری که فرمان داده بود به پیش شتافتند. در راه آنها الکی در این طرف پاسبانگاه‌های نظارتی به جاسوسی که کروش با خدمتگارانش فرستاده بود واخوردند که قبلا محافظ اسیرزنی سوزیانی بود. برابر شنیدن این خبر کروش از جایش برخاست و به سوی مردی بازگشته شتافته دستهایش را سخت فشرد. دیگران طبیعی است که چون آدمانی از این کار بیخبر از چنین منظره در تعجب ماندند و از حیرت تا دمی به خود آمدن نتوانستند که کروش گفت: دوستانم، به نزد ما انسانی عالی جناب برگشت. اکنون تمام جهان باید از کارنمایی او آگاه باشد. آخر وی ما را نه برای آن ترک کرد که به وسوسه بد گرفتار شده و نه برای آن که از من ترسیده باشد. او را من برای جمع آوردن معلوماتی دقیق درباره قوه‌های حربی دشمن فرستاده بودم. من باشم ارسپ وعده هایم را به تو در خاطر دارم و با یاری همه این آدمان به طور سزاوار تو را قدردانی خواهم کرد. همه شما جنگاوران باید او را همچون مردی ارزنده عزت و احترام کنید. آخر به خاطر نیک و احوالی ما او خود را به خطر دچار نموده گناهی را به گردن گرفت که برایش سخت وزنینی می کرد. پس همه ارسپ را به آغوش گرفتند و دستش را فشردند تا آن دمی که کروش خواهش کرد که سلام و حال پرسی کفایه است. اکنون ارسپ پرسید او: به ما همه چیزهایی را نقل کن که برایمان دانستن آنها مهم است. در برابر این برخلاف حقیقت قوه دشمنان را پست نشمار یا کم نپندار. انتظاری واخوری با رقیب پرقوت و روبرو شدن با رقیب ضعیفتر بهتر از آن است که درباره ضعیفی دشمن شنیده او را در عمل قوی تر دریابند. البته جواب داد ارسپ: من همه کار را به اجرا رساندم تا که قوه دشمنان را هرچی دقیق تر معین سازم. برای این من حتی در صف آرایی قشونهای آنها اشتراک داشتم. پس گفت کروش: این معنای آن را دارد که تو نه تنها شماره آنها بلکه ترتیب جنگیشان را هم می دانید. خوب گفت ارسپ: قسم به نام زیوس، من حتی می دانم که آنها چگونه جنگ کردن می خواهند. با وجود این پرسید کروش: اول شماره عمومی آنها را به ما بگو. خوب جواب داد ارسپ: همه آنها هم پیاده‌گردها و هم سوارها بجز از مصریان 30 قطار به جانب عمق صف آراسته قریب 40 استادیا جای را اشغال می کنند. استادیا واحدی چینک مسافت در نظام قدیمی اندازه‌گیری خلقهای زیاد که بار اول در بابل جاری کرده شده است
و بعداً به یونانی ها گذشته نام یونانی خود را گرفته است. حساب آن به قدر کافی مشخص نیست. در بابل و دانستن آن به خرج دادم که ارتش آنها تا کدام حد فضا را اشغال می کند. ترتیب جنگی مصریان چگونه ساخته شده است؟ پرسید کوروش. چون که تو اظهار کردی به استثنای مصریان. آنها را میری ارخها چنین صف آراسته بودند. هر یک گروه جنگی 10,000 نفره را 100 نفری به جانب عرض و به جانب عمق صف آراسته بودند. این ترتیب صف آرایی چنانه که آنها بیان کردند در وطنشان معمول بود و کریز با دل خیلی ناخواهم باشد هم راضی شد که آنها را به این ترتیب سازمان دهد. کریز می خواست که لشکری آنها از روی امتدادش به قدر امکان از لشکری تو برتری داشته باشد. چون این ترتیب به او برای چی لازم است؟ پرسید کوروش. برای آنکه قسم به نام زیوس، جواب داد ارسطو، تا تو را با قوه‌های برتری داشته محاصره نماید. اما قید کرد کوروش، وی احتمالاً نمی‌داند آنهایی که حیله محاصره کنی به کار میبرند خودشان به محاصره میافتند. اما ما الکی از زبان تو آن چیزی را شنیدیم که دانستن آن برای ما مهم بود. همه شما جنگاوران اکنون باید به طرز زیرین عمل نمایید. حالا همین که از اینجا برآمده پراکنده می شوید، تجهیزات اسبها و اسلحه خود را با دقت از نظر گذرانید. چون که اکثرا یگان کمبودی ناچیز می تواند جنگاور اسب و فایتون را از کار برآورد. پگاه صبحی بر وقتی که هنوز به قربانی مشغول می شوم، پیش از همه شکم آدمهایمان را سیر کرده به اسبهایمان خوراک دهیم تا هنگام اجرا کردن هر گونه وظیفه درباره غذا اندیشه نرانیم. سپس تو ارسم با سربازانت قنات چپ را اشغال کن و تو خریسند قنات راست را که حالا در آنجا قرار داری و بگذار میریارخهای دیگر جایهایی را که حالا در تصرف آنهاست اشغال نمایند. چون که هنگام سرشوی نبرد حتی برای به فایتون بستن اسبها فرصت پیدا نخواهد شد. بعد به تکسیس ها و لاخ ها رسانید که در فلنگ جایگاه های خود را اشغال کنند و هر یک لاخ را با 2 جنگاور در یک قطار گذارند. هر یک لاخ از 24 نفر جنگاور عبارت بود. اما در این حال یکی از میریارخها گفت: کوروش، به فکری تو که با همین طرز به ترتیب آورده شده ایم و چنین قوه های فلنگی به جانب عمق صف کشیده دشمن تاب آورده می توانیم؟ به فکری تو، جواب داد کوروش، فلنگ با این قدر صفکشی عمیق به چه قادر است که در آن جنگاوران الکی در قفا صف کشیده با سلاحشان به دشمن رسیده نمی توانند؟ آیا وی می تواند به دشمن ضرر رساند یا به جنگاوران خودی کمک رساند؟ من افضلتر می شماریدم، ادامه داد کوروش، که این هاپلیت های آنها که حالا در 100 قطار به جانب عمق صف کشیده اند می بایست در 10,000 قطار صف آراسته باشند. در آن وقت برایمان لازم می آمد که با توده از چند نفر آدمان جنگ کنیم. در همین حال با آن عمیقی که به فلنگی ما بها می گذارم،
من اطمینان دارم که وی کاملا فعال خواهد بود و می تواند خودش را حمایت کند. از پس جنگاوران زره پوش، نیزه پرتایان و از پس آنها کمانوران را می گذارم. واقعاً چگونه آنها را در جای اول گذاشتن ممکن است در حالی که خودشان اعتراف می کنند که به هیچ گونه جنگی تن به تن تاب آورده نمی توانند؟ اما اگر در قطار پیش صد از حساب جنگاوران زره پوش وجود داشته باشد، آنها تاب خواهند آورد و نیزه پرتاب کرده و از کمان از بالای سری آنهایی که در صف پیش می ایستند تیر پرانده به دشمنان ضرر می رسانند. چقدری که هر کدام آنها به دشمن زیان رسانند و همان اندازه بی شبهه موقع آدمان خودش را آسان می کند. در آخر صف آنهایی را که عقیبگرد نامیده می شوند می گذارند. آخر چطور منزلی که سنگ فرش و سقفی با اعتماد نداشته باشد بی نقص بوده می تواند؟ و مانند آن از فلنگ نیز فایده نخواهد بود که اگر در قطار اول و آخری آن جنگاوران خوب جای نگیرند. اینک شما اولین شده آدمان خود را موافق فرمان من صف می کشید. از پس آنها شما فرماندهان پیلتست ها با همین ترتیب لاخهایتان را صف کشید و از پس پیلتست ها شما فرماندهان کمانوران آدمانتان را صف کشید. تو سروری جنگاوران عقیب رو از پس همه آنها جای گرفته به آدمانت وظیفه می سپاری که هوشیارانه به جنگاورانی در پیش ایستاده نگاه کنند. آنهایی را که وظیفه‌شان را به اجرا می رسانند الهام بخشند، ترسانچکان را با تهدید آگاه سازند و هر کسی را قتل کند که نیتی به قفا گردانیدنی عقیبگاه داشته خیانت صادر کند. زیرا که جنگاوری در پیش ایستاده وظیفه دار است که سربازان قفایشان را هم با سخن و هم با عملشان روح بلند سازند، در حالی که شما جنگاورانی که در قفای همه می ایستید باید در وجود ترسانچکان هراس و وهم بیشتر را نسبت به آن که از دشمنان می ترسند وارد سازید. چنینند وظیفه های ما. اما تو باشی یفرت، فرمانده سربازان سواره عرابه های مناره شکل سیار، باوری حاصل کن که فایتون هایی که این مناره ها را می برند نزدیک به فلنگه ها حرکت کنند. و تو ای دوخ که راهبری نقلیات هستی، گروه جنگیت را در حال از پس این مناره ها راهنمایی کن. بگذار که پیرتهای تو سواره های را که از حد زیاد پیش می دوند یا عقیب می مانند سخت جزا دهند. تو باشی کردخ همچون سروری کاروانی فایتون هایی که زنان را می برند، فایتون هایت را در پس قافله بارهای سفر گذار. شما گفتار 54 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.